وطن صلحبان ما، لشکری وطن پاسبان ما. عسکری وطن صلحبان ما، لشکری وطن پاسبان ما. لشکری وطن پاسبان ما، لشکری وطن پاسبان ما. حاضرین گرامی، امروز در روز سفربرنمایی جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، رئیس ناحیه بلجوبان محترم سفرزاده بختیار غنی اشتراک دارند. سخن را با کمال احترام به محترم رئیس می‌دهیم. مرحمت. تشکر زیاد. محترم دعوتشوندگان، حاضرین گرامی، پدر و مادران، اشتراک کرده که شما آگاه هستید همه ساله طبق فرمان سرفرمانده قوه‌های ملی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کشور محترم امامی رحمان از ناحیه ما هم جوانان سفربر کرده میشد با ارتش ملی. من باید گفته گذارم که همه ساله در دو دعوت، چی دعوت بهاری چی دعوت تیرمایی، از ناحیه ما زیاده از 90 نفر دعوتشوندگان با صف قوای مسلح رفته خدمت میکنند. جوانان ناحیه بلجون یک جوان هستند که غیور هستند، جسور هستند، نوترس هستند. در همه حالتها در صف اول نیستند. چی در چورابینی‌های سیاسی، چی در چورابینی‌های فرهنگی که ما در ناحیه میگذاریم یا بیرون از ناحیه میگذاریم فعال اشتراک میکنم. منم باور دارم و اون پدر و مادرانی که امروز جوانان رو ساکنی آمدگی هستن با اونها هم مینداری صمیمی خودمون رو میرسونم. باید ما با وطن صدقاً خدمت کنیم. چطور که محترم پیشوای معظم ملت ما اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامی رحمان پرزیدنت کشور گفته گذاشتن، وطن این یک قرض شهروندی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است که باید ما را حفظ کنیم، حمایت کنیم و زندگی آسایشته و آرام داشته باشیم. همین سر یک شعر از صفحه فیسبوکی خوندم، میخواستم با معلومات شما رسانم. ملک بیگانه هزار زاره کنی از ما نیست، جگرت را به خدا پاره کنی از ما نیست. قهرمانانه زهر آفت و هر آسیبش کودکش گیری او پشتاره کنی از ما نیست. گویا جانبی مادر که دلش میسوزد گریه چون کودکی گهواره کنی از ما نیست. بحر آبادی ملک که زیما بیزارند تن خود خسته و آواره کنی از ما نیست. یعنی که بحر آبادی ملک زیما بیزارند تن خود خسته و آواره کنی از ما نیست. ما باید که همه وقت وطنمون را دوست بداریم. هیچ وقت یکم تا شما دل شکسته شدن در کار نیست. باز از همین روزهای خوب رو میبینیم در پیش است. چطور که جوانان ما رفته خدمت میکنن، میان برای آبادی همین وطن باش یک جای کار فعالیت میکنیم. باقی به همه شما تنصیحاتی آرزومند هستم، چهره خندان باشین و غم و درد هیچ وقت نبینید. سلامت باشین. من رو با کمال احترام و پدر دعوتشونده برفکوف اشرف میدیم. برابر اختارم آوردم صفحه قول مسابقه دوره اینگی در حقشون میکنم و بگذارد هر یک پدر مادر سران خودش را با خواهش خودش را ماده به صفحه قول مسابقه سفر بندم. تشکر زیاد. السلام علیکم دعوتشوندگان عزیز، پدران مادران عزیز. بنده سعید سفربک دانشجوی کورس چهارم فاکولته اقتصاد اداره دانشگاه دولتی کلاب هستم و با خواهش خودم به قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده با سربلندانه خدمت مادر وطن را ادا نموده به هر یک همسالان خود ابراز می نمایم که آمده صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده خدمت نمایم.
ташаккури зиёд. ҳозирони гиромӣ, имрӯз дар рӯзи даъватшаванда як қатор ҷавононе ки аз курси бозомӯзии агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳия гузашта бо шаҳодатнома сарфароз мегардонем. баромад. аминҷони давлатшӯ, баромад. ҷобиров фарҳод, баромад. ташаккури зиёд муҳтарам раис. ҳозирони гиромӣ, боварӣ дорем ки ҷавононе ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ распор шуда истода, хизматро барду навора донамуда, гашта омада ба давлати миллати худ марду навор хизмат менамоянд. сарбозон аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар наҳияи балҷубон бо шаҳодатномаи сарбози ихтиёрии ҳизби халқии демократии тоҷикистон сарфароз гардонида мешаванд. нодиров фахриддин, баромад. Baktım arzanda hasta, ha, malima, maça casur etmek ya. ҳамидов қудратулло, баромад. Morak boşa çıkmana maçı. Bir de tarih memura, ya taras mı fotoğrafı mı giriyor? маҳзаршои абдулмумин, баромад.
رفتم به بازار در آغوشی تنهایی اینه رفتم به بازار در آغوشی تنهایی زنجار خریدم برات شانه ای طلایی اکنون دارم سراغم این مهم در کجایی پشت عدنی تیزم برایی نمیایی آخر بیا کی هستم شانه بگیر دستم آخر بیا کی هستم شانه بگیر دستم یکی روم بکویم شینم رو برویم شانه زنم ببویم آرم ببویم ایمای خیالی خود فریاد از تنهایی یک شانه جلایی اینه رفتم به بازار در آغوشی تنهایی اینه رفتم به بازار در آغوشی تنهایی زنجا خریدم برات یک شانه ای جلایی اکنون دارم سراغم این مهم در کجایی پشت در انتظار یایی نمیایی آخر بیا کی هستم شانه بگیر زی دستم آخر بیا کی هستم شانه بگیر زی دستم دلم سفر خواهم کرد از حال دلم تو را خبر خواهم کرد این فریاد دل ما نرسید این شامسیه شان سهر خوابم کرد اینه رفتم به بازار در آغوشی تنهایی اینه رفتم به بازار در آغوشی تنهایی زنجا خریدم برام یک شانه ای طلایی اکنون دارم سراغم این مهم در کجایی پشت در انتظار میایی نمیایی آخر بیا کی هستم شانه بگیر زی دستم آخر بیا کی هستم بدی بار نیاز یک سبت چیده بیار کشی من باز بنا یاری نجده بیار بدی بار نیاز یک سبت چیده بیار کشی من باز بنا یاری نجده بیار تو به نادرم خسته به نادرم نسبت مفتگله نخریدار دلم به تو به نادرم خسته به نادرم نسبت مفتگله نخریدار دلم بی بدی بودم گلیاز یک سبت چیده بیان بشی من باز بنام یاری نجده بیان بدی بودم گلیاز یک سبت چیده بیان بشی من باز بنام یاری نجده بیان شاد و خدا داری تو داری تو هر نزیدی به خدا اما کس مایلی تست یک نگاه سویت نکنه اینو در میگیره اونا بمود نکنه اینو در میگیره در میگیره اینو در میگیره
ساده الوانی اسم بیکباری رام و بچه قلب مالی You do